اسکتوب. چطورین بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان عزیز. امیدوارم هر جای این دنیا که هستی حال دلت خوب باشه. امروز اومدم با یک موزیک ویدیویی بسیار توپ دیگه، ولی قبلش یه سوال ازتون دارم. میخوام بدونم که آیا همچنان دوست دارید که من به موزیک ویدیوهای زیبای کشور تاجیکستان ریاکت برم یا نه؟ برای اینکه بخواید به من ثابت کنید با لایک و کامنت این ویدیو به من میفهمونید که همچنان دوست دارید یا دوست ندارید دیگه من ریاکت برم. چرا؟ چون 2 روزه که ویوها خیلی اومده پایین و مثل قبل نیستش و شاید دوست نداشته باشه دیگه الکسی به موزیک ویدیوهاتون ریاکت بره. پس بازم میگم اگر که دوست دارید همچنان من به موزیک ویدیوهاتون ریاکت برم، با لایک کردن این ویدیو و کامنت به من نشون میدید که هنوز دوست دارید من این کارو با قدرت و حمایت و انرژی مثبتی که شماها بهم میدین ادامه بدم. آخر همه ویدیو 2 تا 3 تا ویدیو دیگه میاده که احتمالا از همین خواننده عزیزی که الان میخوام ریاکت برم و این خواننده عزیز کسی نیست جز فرهمند کریموف با آهنگ بسیار زیبای درد جانکو. پس بریم بدون معطلی این موزیک ویدیوی زیبا رو ببینیم. برو بریم. رفتیم با قرصکای شما. یعنی این پسر عالیه، واقعا عالیه صداش. من فکر کنم 3 تا یا 4 تا موزیک ویدیو از این هنرمند عزیز ریاکت رفتم. کلاسه، به قول آلمانیا کلاسه، خیلی عالیه. بریم ادامه. یعنی همین اول ترکوند. امشب شب عروسی جنونای من است، مرگ محبت تو دل دیوانای من است. ای شهر عشق چون دلی من گشته خراب، موای تو بسینه ویرانه من است. امروز هر نفس که زنم سر به هر دره، در گفتگوی قصه و افسانه من است. بزم عروسی تو صدا میدهد بلند، بندالای خاموش که در خانه من است. اینایی که حالا عاشق بودن بعد عروسی عشقشون رو میبینن با کس دیگه میفهمن که فرهمند کریموف داره توی این موزیک ویدیو چی میگه. من نداشتم تا حالا یه همچین تجربه ای رو، هیچی هم نمیدونم واقعا، ولی کسایی که همین تجربه داشته باشن بریم ادامه. شب شد با همه بگرفتند از زور، شدیم بیمور در دلم از من شدی جدا. برسنده بودنم پس از این باوری کجاست، از درد جان گداز تو جانانی به وفا. خواهم که شد باشم و گویم مبارکت. گام بالاشو ببین کم نیورد، قشنگ رفت تا اون ته بعد یهو آوردش پایین. شدی کجا که توی تو غم خانه من است، اما زیر روی عادتی تفلانه هم هنوز رومینی هم به ملکی پیمانه من است. شدن به ما عشقی ناکامی من. این یه تیکشو مدل ابرام تاتلیسی رفت. دیدین ابرام تاتلیس وقتی میخواد بخونه اینجوری میکروفون تکون میده، اون اولش خیلی صداش بار، صدای مخملی، یعنی لوپ میچسبه توی قلب آدم صدا. خاکیم سرانجامی من، اومدی من زنده‌ام با دردی دریدی تو، با یاد شیرینی تو. من زنده ام با یاد شیرین تو. بریم ادامه. عزیزی من
قدرت و تسلط بالایی روی موزیکاش داره. عالیه، عالی. اونایی که تو کنسرتش نشستن دارن چه حالی میکنن، چه حالی. زخمه کی در وجودی من باشد زی دستی تو، با جامی غم رسیده است از چشمی مستی تو، با باقی باورم شده پشمرده نازنید، شاخه گل محبتی ما رو شکستی تو، با این همه محبتم رفتی تو به اساس، در پیکرم نهاده غم و دردی به قیاس، گفتم که میروی و فراموش میشوی، شامی عروسیت شبی مرگم شد و خلاص، این شب تمامی زندگی برگشت و بخش شد، از روز و شب گذشتنم سختی سخت شد، این شب نسیمی دیگری مانند اختره، از حسرتت زمین و زمان لخت لخت شد، راحت سفید روزی من رو کرده ای سیاه، مهری من از قضا و قدر دارد نگاه، روزه اگر بپرسیشی من اومدی ببین، در خاکی من غمی تو دمیده از چون گیاه، شدن بی من عشق ناکامی من، غمگین سرانجام. واقعا دلم نمیاد بخوام استوب کنم، واقعا دلم نمیاد. انقدر دارم ارتباط برقرار میکنم با موزیک. چقدر این موزیک زیباه. نمیدونم شما هم میتونید با موزیکش ارتباط برقرار کنید یا نه، ولی یه حس خیلی خوبی میده این خواننده و اون جمله معروف خودم، صدای مخملیش واقعا به دل میشینه. خوش آمدید سرم خاک قدم های هر یکی شما. که خودم شخصا با فرهمند کریموف قشنگ با موزیکاش میتونم اون حسی که میخوامو بگیرم. بسیار زیباست. دمت گرم پسر. اگر این ویدیو رو میبینی که خب این ویدیو رو نمیبینی، ولی خب اگر این ویدیو رو میبینی با همین قدرت به کار ادامه بده. صدات عالیه. باریکلا. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با هم بودید. یادتون نره پس این ویدیو با لایک و کامنت های شما نشون میده که چقدر دوست دارید هنوز الکسی به موزیک ویدیوهای زیبای تاجیکستان ریاکت بره. دو تا ویدیوی آخرم تمام ریاکت هایی است که به این هنرمند عزیز من رفتم. برای حمایت از من به دوستای دیگه‌تون به اشتراک بذارید. منو از انرژی مثبت خودتون محروم نکنید که امیدوارم همه این انرژی مثبت برگرده به خونه زندگیاتون. سرافراز سربلند همه فارسی زبانان. تا ویدیوی بعدی. پیس.